راست دختر تمیز، کلین گرل، افرادی که در پینترست و اینستاگرام ظاهری دارن که انگار همین الان از خواب بیدار شدن، در واقع روتین های بسیار پرزحمتی دارن. توی این ویدیو عادت زیبای پرزحمت رو معرفی میکنم که با انجام دادن پیش نیازها کار روزانه شما رو به حالت خودکار و کم زحمت در میاره. هر کدام از این عادت ها تنها 5 تا 10 دقیقه به زمان روزانه شما نیاز داره. کار اولی که باید انجام بدین، ماساژ صورتتون رو باید با گواشا انجام بدین. خیلی آدما میگن که گواشا کار نمیکنه، اما مشکل اینه که مداومت ندارن. نتایج طولانی مدت تنها با انجام روزانه و منظم به دست میاد. این کار به جراحی یا بوتاکس ظاهری هیچ نیازی نداره و صورتتون رو توی طولانی مدت اگه تکرار کنید هم لیفت میشه، هم گردش خون رو توی پوست ایجاد میکنه و برای جذب محصولات هم خیلی عالیه و بهتره که در زمان صبح انجام بشه که اغلب هنگام بیدار شدن صورت پف داره که فقط 5 دقیقه در صبح نیاز دارین که این کار رو انجام بدین و از سرم برای سر خوردن هم استفاده کنید. از کناره های صورت به سمت کردن و دکولته ماساژ بدین. و مورد دوم، برس خشک بدن. بدن میتونه مایعات اضافی به ویژه مایع لنفای و یا ضایعات سلولی رو توی خودش نگه داره که باعث پف یا تورم میشه. این عادت برای لایه برداری سلول های مرده و بهبود گردش خون و تخلیه لنفای عالیه، به خصوص برای کراتوز پیلاریس یا همون پوست مرغی که روی بازوها خیلی موثره، زیرا با لایه برداری برآمدگی رو کاهش میده و پوست رو نرمتر میکنه. نحوه استفاده هم قبل از استفاده از برس غدد لنفاوی رو ماساژ بدین که میشه قسمت زیر بغل و گردن. برس زدن همیشه باید از سمت قلب باشه و از پا شروع شده و به سمت بالا باید بکشید. روتین مراقبت از پوست ثابت. وسواس در خرید و امتحان محصولات جدید باعث ایجاد مشکل پوستی میشه و تعداد محصولات هم مهم نیست. در واقع استفاده از محصولات درست و مداومت در استفاده 2 بار در روز نیازمنده. حتی اگه کاملا هم خسته این، روتین مراقبت از پوست رو نباید جا بندازیم و به محصولات امتحان شده که برای پوست شما جواب داده پایبند باشین و مرتباً اونا رو تغییر ندین. 6 تا 8 هفته مداومت باعث میشه که صورتتون واکنش نشون بده. درمان با نور قرمز. این عادت ممکنه خیلی عجیب و لوکس به نظر برسه، اما از نظر علمی تایید شده و مزایای بسیار زیادی برای پوست داره. نور قرمز و مادون قرمز به پوست نفوذ میکنه و با میتوکندری سلول ها تعامل داره که باعث تحریک کلاژن، کاهش التهاب و تسریع بهبودی میشه. استفاده از سرم قبل از نوردرمانی باعث نفوذ عمیق‌تر آنتی اکسیدان ها به پوست میشه. مورد 5، ماساژ کف سر. مراقبت از پوست سر اغلب دست کم گرفته میشه، در حالی که مو از پوست سر شما سرچشمه میگیره. ماساژ سر جریان خون رو افزایش میده و فولیکول رو تغذیه میکنه که باعث رشد مو سالمتر و ضخیمتر و براق‌تر میشه. همچنین تنش و سردرد رو تسکین میده و میتونید در حمام با شامپو و یک ماساژور سیلیکونی کل سر رو ماساژ بدین. مورد 6، سشوار کشیدن موها بعد از شستشو. خشک کردن مو در هوای آزاد موها رو برای طولانی مدت خیس نگه می‌داره و خیلی سریع هم چرب میشه. سشوار کشیدن موها رو براق‌تر و صافتر میکنه و باعث میشه موها
بین شستشوها ماندگاری بیشتری داشته باشه. سشوار کشیدن به خصوص برای موهای وز و پفدار وز رو کنترل میکنه و خیلی راحت‌تر و نرمتر میکنه. مورد هفتم، سفید کردن دندانها. بهداشت دهان و دندان خیلی مهمه. دندانهای زرد میتونه برداشت بدی از بهداشت کلی شما ایجاد بکنه. سفید کردن دندونا حتی توی خونه با نوارهای سفید کننده چهره و لبخند شما رو ارتقا میده و باعث افزایش اعتماد به نفس میشه. علاوه بر این، استفاده صحیح از مسواک برقی و اجتناب از قهوه و سیگار و مشروب که دندونا رو لکه‌دار میکنه توصیه میشه. خیلی ممنون که تا اینجا با من همراه بودین. اگر دوست داشتید حتما از این ویدیو و چنل من حمایت کنید. خیلی دوستتون دارم. بوس بهتون.